تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری 16. دهه وش به ترددی سور افتاد. سور اکرام بیگم تنها به خاندان عبادالله و چند همسایه اش دخل نداشت. آن معرکه تمام دهکده های پایتخت به حساب می رفت. شاه مملکت خواهر خود را به معتبرترین پیر مذهب به شوهر می دهد. در این بلاد بین دربار و مردم نفاق و نزاع بسیار اتفاق افتاده و سور و دلخوشی همگانی از یادها برآمده است. همین وز چند ماه قبل به میدان حرب و ضرب تبدیل یافته آرامیش بالکل از بین رفته بود. وجیها حکم قتل همدیارشان دیوان بیگی قاضی را از روی عدالت نشمردند، ولی از بس که به خیانت نسبت به ولی نعمت خود دست زدنش گناه سختی بود، اعتراض جدی هم کرده نمی توانستند. بعضی ها حتی می گفتند که قاضی برای تیغ کشیدن به سر خویش و تبار خود به جزای سزاوار رسید. غیر از این فقرا از شاه نوبخت مهربانی و عدالت انتظار بودند و همخانه شدن او را با سعید فرخشاه به فال نیک می گرفتند. برای همین خورشید شاه پسرعمک قاضی فقید که پس از سرور شورشگران شدن چون پیشوای اهالی دهکده سرچشمه اعتراف گردید، جنگاوران خود را که اکنون با شنیدن بانگ خطر در زمان متشکلانه حاضر می شدند امر داد تا معرکه را در سطح عالی برگزار نمایند. هرچی گذشت گفت خورشید شاه، ما باید نه تنها جنگاوران بیباک بلکه تبعه وفادار بودنمان را هم به شاهمان نشان دهیم. این بود که چون عبادالله در پی آمادگی افتاد، صبح همان روز 12 جوانمرد و پیشکاری خورشید شاه در حولیش حاضر شدند. صاحب خانه به گمان آنکه دسته شورشگران سابق نیت بدی دارند آواز بلند کرد: معرکه مرا ویران نکنید که بین خلق نزاع و خصومت می افتد. ولی وقتی دانست که آنها به خدمت و دستگیری وی آمدند، بال و پر برآورد و زن و پسرش را فریاد کرد که بیرون برآیند. بیبی دیگر هیچ وقت نگو که شغنی ها به قدر شاخدرگی ها نمی رسند. با شوخی به زنش رو آورد وی. خورشید شاه در جنگ این قدر نوکر نداشت که برای خدمت به سور ما آورده است. بیبی دولت از خرسندی دست خورشید شاه را گرفت و به خانه کشاله کرد. پسرم بیا، همتون به خانه درآیید، شما را خداوند خودش رساند. همه این طالع بلند اکرام بیگم است، چشم نرسد. خورشید شاه دستش را از چنگ بیبی دولت به زور رها کرده گفت: مادر، ما خدمت آمده ایم نه مهمانی. سور که به آبرو گذشت بعد نشستن تن ما. حالا شما امر دهید ما اجرا کنیم. عبادالله و عزیز خان با کاریاران به مشورت ایستادند. بیبی دولت تازان به خانه در آمد و این خبر خوش را به عروس رساند. دل اکرام بیگم به مثل غنچه شکفت. چه بچه های بناموس دارد این دهه، خورشید شاه خودش آمده باشد دلمان پور که معرکه امان آباد می گذرد. اکرام دخترم، باور کن دلت که صاف و یقین است، مشکلت خود به خود کشاده می گردد. نام خدا را گردم که تو را چقدر دوست می دارد. خدا تو و عمکم را دوست می دارد.
که من یتیم را سرپناه داده کلان کردید. گفت اکرام بیگم شما مرا به گردن نمی گرفتید، حالا گدای کوچه می بودم. تو به خانه ما فر و برکت آوردی، من و عمکت با تو فقط روزهای نیک دیدیم. 3 بچه مرا کلان کردی، الهی 3 بچه و خوشبخت شوی. طالعت را بین، مردک ها به پای خودشان به خدمت آمدند، حالا زنان هم به جامه بران می رسند. تو به آنها نشان ده چی طوری که خواهی همون طور برایت می دوزند. بیبی دولت چیور نامدار دهکده گلخنزا را به سرکاری دعوت کرد. معرکه نمدمالان اکرام بیگم را نیز همین زن پرهنر سروری کرده بود. این ولعمت پررپیکر زنده‌دل و معرکزیب، استای کم نظیر دوزنده و گلفکن پشتی را تنها آدمان ثروتمند دعوت کرده می توانستند. چون به صفت پایمزد یک پیس گوسفند، برای دستمزد یک جامواری کالا می گرفت، دست کم بضاعتان و دعوتش کوتاهی می کرد. مراسم جامه بران سرغوغا و صمیمی سر شد. عنعنه مراسم چنین بود که تا انجام یافتن آن خانه پره به تصرف زنان می درآمد. یگان مرد نه خودی نه بیگانه حقوق ندارد که به خانه درآید. درآمد تمام در بلای زنان می ماند. برای برپا کردن دلخوشی آدمان شوخ طبیعت مردی را به فریب به خانه روان کرده، وقتی که او به شکنجه زنان گرفتار می آمد از تحت دل به حالش می خندیدند. آن روز قهرمان معرکه شانک حتیلای صابون پس شد. وی کیسه صابون در دست به حولی پا گذاشت که عبادالله به استقبالش دوید و گفت سلام شانک، گویا فهمیده آمده باشی در خانه یک کلچه صابون نیست که زنان دست شویند. زود باش که 5-6 تا 8 را یک باره می فروشی. شانک سراسه موار به امید سودا شدن صابونهایش جواب سلام را هم از یاد برآورده به خانه دوید. دقیقه پس شور و مغل زنان بام خانه را به لرزه آورد. مردان که مشغول تازه کردن گرد و اطراف و ترمیم شکست و ریخت خانه بودند همگی گوش و هوش شدند. چند نفر به بام برآمده در اطراف روزن به تماشا نشستند. حالی که شانک داشت نصیب سگ سیاه نکند. برابر به دو پیچه پا گذاشتن زنان کار خود را پرتافته به سرش غور کردند. در ثانیه های اول سله و تاقیش غیب زدند. 2 دقیقه پس جیلکش دست به دست شد. بعد در میان پایگه به تخت پشتش افتادند و کدام زن غیورتر دست به شلوارش برد که بکشد. شانک بیچاره نیفه‌اش را محکم قپیده داد زد روی کلان کرده‌تان سیاه، تنبانم دست نکاوید. اما دادوای او به آتش غیرت زنان روغن ریخت و بس. 2 نفر یک تهش را کشیده هوا دادند. چند زن و پیخهایش چسبیدند. شانک قدپست شکم کلان چون حیوان بسمیل دست و پا میزد، به پشت و پهلو میغیلید، حقارت‌های گوش ناشنید میکرد، ولی همش بر عبث. تضییق نفس به نفس بیشتر میگشت. سر و سینه و اشکمش را دیدند با کنه تنبان را سخت قپیدن در کار که اگر فراید شرمنده 2 عالم می شود. 2 دست به نیفه کار کرده رو به زمین تاب خورد و دید که علاج دیگری حفظ ناموس ندارد. از دشنام و ناسزا به زاری و تولا گذشت. لل عاقلتان شوم، خاکستر تنورتان بسرم، لجن جمله کودکانتان به دهانم. به من بیچاره رحم کنید، چه امری دارید اجرا میکنم، اما تنبانم را نکشید. این اثنا آواز جرنگاسی گلخنزای سرکار هنگامه را پخش کرد. آرام شوید زنک ها، ابله را به من سپارید. زنان از او دور شده راه در را پیش گرفتند که نگریزد. شانک جسته به پا خیست که گلخنزا 2 دست به پهلو نهاده رو برویش استاد و بانگ زد. شانک، نامردی را به گردن میگیری؟ دیگران هم آواز شدند میگیری؟ شانک همانا 2 دست به نیفه شلوار بیچاره حالانه پاسخ میدهد. البته میگیرم. به آواز لرزان میگوید شانک. از بحر سله‌ات گذشتی؟ گذشتم. زنان سله ابله به ما ماند گفته داد میزنند و کف میکوبند. البته بگو شد. البته گذشتم سرکار. از بحر تاقیت گذشتی زنکلان؟ البته گذشتم. این بار بی خطا پاسخ میدهد شانک شرم زده. زنان داد میزنند تاقی ابله به ما ماند.
از بحر جیلکت گذشتی ناخلف. البته گذشتم سرکار. زنان جیلک ابله به ما ماند. سرکار از بحر یکتهت گذشتی خسیس. البته گذشتم والعمد. زنان یکتهی ابله به ما ماند. سرکار از بحر پیخهایت گذشتی افلاس. البته گذشتم والعمد. زنان پیخهای ابله به ما ماند. سرکار از بحر شلوارت گذشتی ممسک. شانکت الله تولا میکند. قسم به ارواحت میدهم بد کردم توبه کردم شلوارم را به من ماند. گلخنزا غمزه کنان امر میدهد زانو زن سربرهنه نیم جان. مرد زانو زده لابه میکند اجازت ده بروم والعمد. زنک ها این ابله بی ره چند صابون آورد؟ 10 تا برابر داد میزنند چند زن. شانک اگر خواهی بگیری اشان هر 10 را یک و یک به سرت زده میده میده میکنیم. اگر ببخشی جان نادرکارت را کج کن و گریز. دیوار قبرم شوند این صابون ها. مانید که روم. حالا که به فکری در بزکش آویزان کردنت نافتاده ایم بگریز بدبخت و من بعد دلخوشی زنان را ویران نکن. در را کشایید. در را می کشایند. شانک 2 دست در نیفه تنبان تیروار بیرون می جهد و تحت خنده های گلدراسی و نداهای قید گزار شرمنده به آبروی جانب خانه اش می دود. اکرام بیگم در خانه درون مسخره‌بازی همجنسانش را تحمل می کرد. چند بار خواست آنها را به آرامی دعوت نماید ولی می ترسید که خود او را به عباره معروف ابله نکنند. در معرکه های جامه‌بران سرشویان به زنان هر گونه شوخی های به قول از شرع بیرون اجازه بود. به مردان هر شوخی و رسوایی را روا می دیدند و کسی حق نداشت که پیش رهشان را گیرد. اگر از جنس مرد تومه نیابند به یگان وسیله زنی را به مسخره کشیده تا به حد گریه و زار رساندن عذابش می دادند. در آخر معرکه زنان شینمی هر یک لباس دوخته را به قد عروس 2 باره و 3 باره سنجیده تبریکش گفتند و پراکنده شدند. صاحبان خانه نفس آزاد کشیدند و اکرام بیگم به لباسهای شانکت الله یک جامه‌واری توار علاوه کرد و به دست عزیز خان داد که به خانه اش برده سپارد. بیبی دولت با حیرت پرسید لباس شانک را البته دادن لازم لیکن توار خودت را برای چی دادی؟ اکرام بیگم دست به گردن زنمکش حلقه کرده از پیشانیش بوسید و گفت اما جان نمیخواهم که در دل آن مومن خدا از معرکه من کدورت ماند. شاید توفه دادم علمش را رواند. عجب انسان بی آزار هستی اکرام. آخر همه می دانند که ابله کردن مردان در این مراسم عادت 100 ساله مردم ماست. کسی رنجت هم باید از خودش بیند زیرا دیده و دانسته خود را به کام بلا می اندازد. اکرام بیگم تبسم لطیفی کرد و گفت راستش را گویم بسیار رسم ناخوب استین. زن پیر شوم از او می خواهم که چنین مسخره بازی ها را برهم دهد. بیبی دولت به نشان این کار سر جنباند و گفت اختیارت اما نکنی بهتر. آخر سور و خوشی از ماتم باید فرق کند. ترها اکنون دل اکرام بیگم راغ زد که پرهیز و تقوای 3 ساله باطین او را تماما دیگر کرده است. پیشتر صدای موسیقی و شوقون دلخوشی وجودش را برعکس می آورد. حالا برعکس خوش ندارد. بیشتر تنها بودن می خواهد. این خوب است یا بد؟ وضعش را به ترازوی عقل گذاشت دختر اما در جواب سوال عاجز ماند. نخود خارمال سفسک و سیروگشت با وی از خنده و مشلات آدمان بهتر باشد. ساعتهای با سفسک بودن هم به شمار ماندند. یک روز پیش از عید چشم روز نکفیده برادرش همراه 10 سوار به حولی عبادالله فرود آمدند. در زمان خورشید شاه و یارانش اهل رکاب شاه را پیشواز گرفته به فرآمدن و جابجا گشتنشان یاری رساندند. عبادالله همه را به غلکش و دستبوس پیشواز گرفت. پس از صبحانه آشامش آش سرقطق باقلا سازنده ها رباب و دف را به نوا آوردند و یوسف علی خان به صاحب خانه گوشکی کرد که اکرام بیگم را ببیند. عبادالله و بیبی دولت وی را به خانه اکرام بیگم که در آخر دهلیز جا گرفته بود راهنمایی کردند.
اکرام بیگم به افتخار تشریف برادرش برخاست و با صدای خشک سلام داد و رو به زمین ایستاد. یوسف علی خان دست خواهرش را بوسید و گفت: میدانم دلت چه طغیان‌هایی دارد، ولی بر گذشته صلوات. اصلاح آن از قدرتمان بیرون است. اکنون باید به آینده بیندیشیم که در دست ماست. همین ساعت، همین لحظه، همین دم دیگرگون می شود احوال آدم. مرا ببخش به حرمت پاکی و ایمانی که داری، مرا ببخش. خدا روزداری ات را به درگاهش قبول فرماید. جمله آخرین به دل اکرام بیگم کارگر آمد. وی بروی برادرش با دیده های پر اشک نگاه افکند که در آن غصه، اضطراب، حسرت، خستگی و ناباوری در هم ریخته بودند. سپس سر جنباند و خود را به آغوش بی دولت زد. یوسف علی خان و عبادالله پس و پیش بروی حولی برآمدند. شاه مدت در چکلک نزد باغ قدم زد. وی خواهرش را بیش از 15 سال ندیده بود. روز خواستگاری هم اکرام بیگم دیدنش نخواست. اما حالا که دید، به جای شادمانی و ممنونیت به دلش گرانی نشست. اکرام بیگم یک سیب 2 کفان صورت مادرش را داشت. مادری نازنینی که 1 ماه بعد از کشته شدن شوهرش آب و ادا گشت و جان به جبار سپرد. در روزهای واپسین هرچند محبت خان خواهش کرد که دخترش را به قلعه بیارند تا بیند و آرمان بشکند، پسر مست غرور نودولتی گپش را حتی شنیدن نخواست. به یاد همین خاطره های مغشوش یوسف علی خان سر به جیب اندیشه فرو برد و زیر لب به محبت خان لعنت فرستاد. بناخواست اندیشه زیرین در دلش برق زد و وجودش را تکان داد. من و محبت خان با وجود برخوردار بودن از امتیاز حاکمیت در نزد خلق آبرو و نفوذ اکرام بیگم را نداریم. این فکر پسندش نآمد. لب اینج کرد و قفا برگشت و به عبادالله رو آورد. مگر پگاه عید قربان نیست؟ عید است البته. آیا در چنین روز گذراندن سور رواست؟ نمیدانم، لیکن اگر خود سعید فرموده باشد پس روا بودگیست. شاه مشت به دهان گذاشته سرفه قلبکی کرد و گفت: قربانی خوری آمدیم گوی؟ بله شاهم، اکرام بیگم قربانی بره 3 ساله دارد. پگاه ذبحش میکنیم. اکنون به سر شاه زد که سید فرخشاه به حیث پیر دیده و دانسته همین روز را برگزیده است. تا کجاها فکر میکرده است این مردک رشکالود. فکر کرد یوسف علی خان و بار دیگر به دوراندیشی سعید تن داد. بیهوده پیشوای مذهب انتخابش نکردند. با همین اندیشه به فرق دمی بروی عبادالله نگریست و بناخواست موضوع را بالکل دیگر کرد. حالا هم آرزوی شاخ درت را بسر داری؟ البته شاهم، اگر اجازت بدی. روح گرفت عبادالله. اجازه میدهم، لیکن اگر گوشم باد برد که تو یا یگان اولادت دعوای حاکمی کرده اید، والله بالله گله از خودتان شود. از من بهتر میدانی که به چه مشقت شاخ دره را به شغنان تابع کردیم. من خانه پدر را آباد کرده در دهه‌ام به خاک روم، دیگر هیچ چیز برایم لازم نیست. برعکس هرچی از دستم بیاید برای سلطنت فدا میکنم. یوسف علی خان به قصد بستن عهد و پیمان به پسر خاله اش دست داد. عبادالله آن را فشرد و روی دیده ها گذاشت. وقتی که به خانه در آمدن، شعله های خورشید پشت قله ها روز را سفید کرده، حق و همسایه ها یک یک برای خدمت حاضر می شدند. نزدیک چاشت مردم با دف و رباب و رقص و بازی داماد معتبر را پیشواز گرفتند. سید فرخشاه در حلقه 20 سوار که اکثرشان بزکشان نامدار بودند به حولی فرآمد. شاه و عبادالله او را پیشواز گرفته در قدمش برزگاه خون نمودند. سید با گلیم مهین بافت سفید گرد گردن و زه آستین و دامنش سرخ، سله تنک فشش تا سر کتف، ریش شیرازه روغن کرده، موزه های فرنگی سیاه یلقاسی و رخسار شکفته و شگون شاهزاده های افسانوی را میمان. یوسف علی خان پس شاهان وی را در رب شناخت. آنها هر دو عوضبیک، یکی سوچانی دیگر شیدوودی بودند. عوضبیک شیدوودی نیز
چون همنام سوچانی خود با صداقت سرسپارانه اش به سید فرخشاه در تمام پایتخت نام برآورده بود و در بین خلق محبوبیت زیادی داشت. ایمانش آنقدر قوی بود که کسی در نزدش نام سید فرخشاه را به علاوه پیر به زبان بگیرد از وی حتما گپ تندی میشنید و دوباره به غلط راه نمیداد. چون مرد بهادر و سلاحشور بود از هیبتش همه میترسیدند. شاه در پشت زین شیروودی بزی سربریده را دید و گفت سید مثل که امروز ما را تماشا میدهی. سور به بزکشی را دوغکشی گفتند. این سرکه را 3 روز در آب خواباندم. رستم دستان کشد نمیدرد. ما هم به هوس سرکه گذاشته ایم. از شوق مسابقه کف به هم ثابت شاه. میبینیم شاه مغلوب میشود یا عروس. پس از ساعت دلخوشی و تناول و جز عروس و چند زن همراهش دیگران میدان بزکشی را به حلقه گرفتند. شاه و سید فرخشاه با مقربان خود بر بلندی نشستند که از آن تمام میدان می نمود. به اشاره یوسف علی خان بازی سر شد. روز دیگر هنوز ستاره ها آسمان را ترک نکرده زنان در خانه اکرام بیگم، مردان در خانه کلان نماز گزاریدند. پیش از صرف صبحانه شرس و بانج آوردند و همه به چشم سرمه کشیدند. روایت است کسی که در عید قربان چشم نروزد همان سال او را مار میگزد، گفت سید فرخشاه وقتی که دستارخوان گستردند. اما بیشتر مردم مار را به معنای اصلیش میفهمند، حال آنکه آن اشاره به بینا گشتن بر اعمال بد خود می باشد که به مثل مار دشمن جان انسان است. چه مسئله عجیب زدی سعید، با حیرت سرجنبان یوسف علی خان. از خردسالی به سرمه کشیدن مرد و زن در این ایام حیران می شدم، ولی اکنون چه معنا داشتنش را دانستم. حالا که فرصتش آمد می خواهم یک مسئله دیگر را هم بپرسم. به جان و دل سعید متوجه شاه گشت. چرا در شغنان مردم به نوبت قربانی میکنند نه همه یک باره؟ سعید شیروغن کاسه‌اش را با چند قلت فرو برد و ظرف را به دستارخوان گذاشت و پاسخ داد. گپ در ذبح سراسیمه جاندار نیست. مسئله اینجاست که آن را از روز اول زادن به همین نیت باید پرورش کنند. وقتی خون یک حیوان قطاری پیش آمده را می‌ریزانیم دقیقه هم برایش فکر نمی کنیم، اما اگر مال چون بچه خود کلان کرده امان را بکشیم جگرمان برایش داغ داغ می شود. آنچنان که ابراهیم از امر خداوند سر باز نزد و اگرچه دلش خون می گریست در راه رضای او بر گلوی پسری بناز پروردهش کارد نهاد. آخر الامر چنان که خود آن ذات پاک در کتابش می گوید تقوای بنده خاکی و درگاه حق تعالی می رسد، نه گوشت نه پوست نه استخوان کدام حیوانی. اگر در دهه 3 بنه قربانی پرتایند پس همین 3 بنه به همین نیت جاندار پروریدند و دیگران یا نیت نکردند یا مالشان هنوز به قربانی نرسیده است. یوسف علی خان در شغنان زاده و کلان شده باشد هم ماهیت عرف و عادتهای مردم را قریب نمی دانست. وی هم به مثل دیگر اهل اولاد خود بغیر از حذر بیدلیل از اسماعیلیان دیگر از مسلک بابایی خیش آگاهی کافی نداشت. نه به وی نه به محبت خان نه به دیگر پیوندانش حتی طرز درستی گزاریدن نماز را یاد ندادند. پدرش عبدالرحیم خان غرق منجلاب کشاکش‌های درباری وقتی نداشت که به امور دین و مذهب مشغول گردد. درست است که در بین افسران و نوکران بدخشی و قندوزی اشخاص نمازخوان بودند، اما شاه فرزندان و رقیقت او حق نداشتند که با جمعیت خدمتگزاران رواهای غیر رسمی کنند. به این سبب در باب آیین و کش در دل یوسف علی خان سوالهای زیاد گرد آمده بودند، ولی آنها را در نزد هر
ملای عادی به میان گذاشته نمی توانست. حالا که معتبرترین پیر طریقت در پهلویش نشسته و روز معرفت و دینشناسی است، هیچ عیبی نیست که نهایت به سوالهای خود پاسخ دریابد. عجب عجایب شرح سعید. با دستار پنجه هایش را پاک کرده گفت شاه: باور کن اینقدر سال اندیشه داشتم که شغنیان به عید قربان اعتقاد کامل ندارند و بعضی از آنها از روی هوا و هوس مال میکشند. اکنون پرسش آخرینم این است که برای چه مال قربانی را سان میپوشانند و به بام برآورده ذبح میکنند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام به نیت قربانی پسرش را طهارت داد، لباس سفید تازه پوشاند، بعد بر بلندی برد و بر گلویش کارد گذاشت. مردم هم در پیروی از این روایت با مال قربانی همان میکنند که پیغمبر با فرزندش کرده بود. هر چیزی که به نام الله تعالی انجام داده می شود باید از روی صدق باشد. نشان صدق در عالم ظاهر پاکی و نظافت است. در این لحظه ها اکرام بیگم زواله باقلایی در دست در عاقل را کشاد. سفسک چنبرشاخ چون همیشه در پادری حاضر گشت و به دو پا بلند شده با غطغط گوارا زواله را فرو برد. دختر سرش را در کنار گرفت، از بانج قلته چلس برآورد و چشمان قوچقار را به دقت روزید و از پیشانیش 3 بار بوسید. سپس کلمه خواند و به درش آورد و در تک درخت سیب از آفتابه خود آب دستش داد. سفسک هم هر یک حرکت صاحبش را با خوشنودی صداقتمندان قبول نموده، گاه دستانش را بویده و گاه فک روی زانوانش نهاده به صاحب خود عرض دوستداری میکرد. اکرام بیگم در اندیشه حزنانگیز جدایی به خارمال آخرین سر و تن سفسک دلبند خود دست زد. حیوان گویا سوزی درونی صاحبش را پی برده باشد، در پهلوی او حلقه زد و سر به پایش نهاد. دل دختر گنده شد. مجرای اشک در سینه ره بسته به طغیان رسید و از دیدگانش چکیدن گرفت. دانه های سریش روی فک سفسک ریخته به دهانش می‌شاریدند. سفسک زبان برآورده چشمانش را نیم پوش کنان آنها را می‌لیسید. انگار قبل از آنکه سرش از تن جدا گردد مزه آب دیده صاحبش را بر لوح جان نقش می‌کرد. در همین حال به بی‌دولت هم رسید، دست بر کتف دختر نهاد و خاموشی را شکست. میدانم به سفسک سخت دل بسته ای، اما ساعت آرا و تارا دادن هم تو هم سفسک رسید. پس از ذبح جاندار نکاح سر می شود. اکرام بیگم از کیسه زیبای چرمی کلتچه و لیشه های سفسک را برآورد و به بی دولت داد و نیمشنوا گفت: آره، ساعتش رسید. تو کلتچه دوخته ای؟ شگفت‌آلود ندا برآورد بی دولت. اساساً سان را با لیشه ها از دو طرف میبندند و خلاص. من برای سفسک چنین خواستم. بی دولت سر جنباند و چیزی نگفت. زنان کلتچه سرخ را به قوچقار پوشانده با لیشه های رنگین بستند. برف می آید. رو به آسمان آورد بی دولت. اکرام بیگم به سما نظر انداخت. چند ذره برف ریزه با سردی گوارا رویش را نوازش کردند. امروز دنیا روشنستان می شود. اما بی دولت جواب داد: این سفیدی بخت است، نورن علی نور دخترم، چه روزی نیکی. پس از ساعت مردان سفسک را به کشتن بردند. وی آخرین بار به دو پا برخاسته دست صاحبش را بویید و مطیعانه از پس سید فرخشاه روان شد. چند مرد قوچقار را آزاد برداشته توسط نردبان به بام برآوردند. ذبح سفسک را خود داماد پیر سید فرخشاه به عهده گرفت. 2 مرد برای گرفتن خون با تشت آماده زیر دیوار ایستادند. سیله بچه های پرغوغا در تلاش به دست آوردن کلتچه و لیشه های سفسک برای هرچی نزدیکتر شدن به جای افتادن جاندار خرخشه داشتند. سید بیاری عبادالله و عزیزخان سفسک را در بامگوشه خواباند و سرش را جانب قبله راست کرده با آواز بلند به خواندن دعا پرداخت.
هنگامی که کارد به گلوی قوچقار رسید، غیر عادت چون از پس تابوت شخص فوتیده صدای فلکزنی اکرام بیگم بلند گشت. ای دوست نمیدانم مقامت به کجاست، جانم به تو پیوند و تنم از تو جداست. ماننده ابر می روی بر گردون، زنجیر محبتی تو در گردن ماست. چند زن سر آواز گوارا ولی پرسوز اکرام بیگم را گرفتند. خون از گردن سفسک فواره زد و دیوار را رنگین ساخت. تشتداران ظرف را به دیوار جفس نمودند تا هرچه بیشتر به تشت ریزد. با دیدن این منظره وخیم گپ میر جمال به یاد اکرام بیگم رسید. وقتی که از بام خون می ریزد شوهر می کنی. دل دختر ته کشید، زبان از فلکخوانی بربست. سید و عبادالله جسد سفسک را از گوشه بام رها کردند. صدای خوشحالانه کودکان به فلک پیچید. در آن واحد کلتچه و لیشه های حیوان دستا به دست شدند، زیرا طبق روایت از جامعه مال قربانی اگر تکه‌ای به کسی رسد، در آن دنیا آن جانور او را به پشتش سوار کرده از پل صراط می گذراند. اکرام بیگم جسد آغشته خون سفسک را دیدن نخواست. به داو رفتن عقیب گشت و به یوسف علی خان روبرو آمد. شاه با تبسم ملیح انگشتی به خون سفسک تر کرده‌اش را به پیشانی خواهرش پخش کرد و گفت: خواهرم عروسی مبارک، اکنون خانه رو و آماده شو. ساعت شیکنی هم رسید. اکرام بیگم سر جنبانده روی مال برو کشید و جانب خانه قدم گذاشت. انجام گفتار 16. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.